گربه در گرمای تابستون ممکنه رنج بکشه و بیشتر صاحبان گربه ها حتی متوجهش نمیشن. گربه ها مثل ما انسان ها نمیتونن خودشون رو خنک کنن. اونها مثل انسان ها عرق نمیکنن و در هوای گرم بدنشون ممکنه بدون هیچ نشانه واضحی به تدریج بیش از حد داغ بشه. همیشه آب تازه و خنک در دسترسش بذار، ترجیحاً در چند جای مختلف خونه. گربه ها وقتی ظرف آب از غذاشون دورتر باشه معمولاً بیشتر آب می‌نوشن. در روزهای خیلی گرم هم میتونی 1 تا 2 تا تکه یخ داخل آبش بندازی. گربت رو مرتب برس بکش. موهای اضافه گرما رو داخل بدن نگه می‌داره. چند دقیقه برس کشیدن روزانه موهای زیرین و شور رو خارج میکنه و کمک میکنه بدنش بهتر نفس بکشه. توی خونه جاهای خنک براش ایجاد کن. کف سرامیک، سینک حمام یا یه گوشه سایه‌دار میتونه پناهگاه‌های طبیعی خوبی باشن. هیچ وقت گربت رو در یک اتاق گرم و آفتابگیر حبس نکن. در گرمترین ساعت روز پرده ها رو بکش. نور مستقیم خورشید خیلی سریع دمای داخل خونه رو بالا میبره و گربه حتی وقتی خطرناکه ممکنه بازم زیر آفتاب دراز بکشن. مراقب علائم هشدار باش. نفس زدن شدید، آبریزش دهان، بیحالی یا قرمز شدن شدید لثه ها یعنی گربت بیش از حد گرمش شده و این یه وضعیت اورژانسیه که نیاز به دامپزشک داره. گربه شما توی تابستون چطوری سعی میکنه خودش رو خنک کنه؟